تخم مرغ 2 عدد، شیر به مقدار لازم خود هم میزنیم. شیر و تخم مرغ وقتی مخلوط شد آب وارد می‌کنیم. خب دوباره هم میزنیم. قشنگ هم میزنیم که قشنگ مخلوط بشه. نصف قاشق بیکینگ پودر اضافه میکنیم. دوباره هم میزنیم. وانیل هم نصف قاشق چای خوریم. دوباره مخلوط میکنیم. این مقدار دیگه شیر میریزیم. خب شکر رو دل بخواهی میریزیم، هر چقدر که دوست داشتیم میتونیم بریزیم. دوباره هم میزنیم. قشنگ مخلوط بشه. بعد بافتش اینطوری بشه. مواد که حاضر شد میریم سراغ آماده کردن. خب دوستان اینجا با یه ملاقه موادتون رو برمی‌داریم میریزیم داخل یه قابلمه تا آماده بشه. روغن بریزیم کفش نچسبه. قابلمه اینا کوچیکه، بیشتر جا نمیگیره. شروع کن میزنیم با حرارت خودش قشنگ آماده بشه. خب همونطور که میبینید در حال آماده شدنه. ببخشید که یکم خراب شده چون باید توی تابه نچسب قرار بگیره. این هم از پنکیک خوشمزه ما. یکم شکلاتم روش میریزیم و نوش جان میکنیم. بفرمایید.